ба фикрам дар асри 21 мо наметонем инро вай кунем. Фараз карда наметавонем мақсад. Бе нақлиёт ба фикрам намешавад дар айни ҳол. Аз велик амин воситаи амин велик што мумкин вай ягон скутера, ягон электровелика истифода бурда метавонем агар ягон нақлиёти транспорти набошад. اگر نقلیات در شهر نگردد و نباشد اکولوژی هوا تازه میشد. همین خیلی اکولوژی تازه میشد. این به نفع مردم میشد. تا اون وقتی که وای چی میگم همین ماشین من همین ترالیبوس اتوبوسا که حقیقتا به شهر و نبود بازار برفتن آدما یا وای میکنن یا باراشون میکشوندن به عربه‌های همین وای خلقی گویم دیگه که همین خیلی میشه دیگه یک حوزه دیگه به نقلیات هیچ امکانیت نیست. خیلی که همین دیگه چیزا ضرورت دارن تلفن موبایلی و اینترنت دیگه چیزا همین تکنیک هم در برابر هم ضرورت هست. حتما هست. اصلا ما شخصا عمل هم تکنیک هست با پام بسیار فرمگردم. یعنی که با کار خودم بسیار اداره کارخانات تشکیلات میرم با پام میرم حاضرم هست ما اونقدر نقلیات هستیم مثلا خونمون در پارک عینی هست تو با همه در کار شود تو چایخانه راحت مثل اوریون بانک یا که امانت بانک کارم باشه پیاده میام سحرها. اگر در شهر شما ماشین باشه با واسطه دوچرخه ها یا با واسطه ماشین الکترونی استفاده برده میتوانیم. به نقلیات چه تصور میکنم؟ تصورات ما همینه که شرایط مردم وزن میشود. به نقلیات کجا رفته میشود؟ همین چیزا نبود. با چیزا میرفتن با خر اروا و این چیزا خاطر میرفتن. این خیلیش دانش مود غیر امکان نمیشه. نقلیات وقتی نمیشه وقتی که مود واردات نمیشه و گاز بنزین مود هست که واردات پراینا. اگر نقلیات نباشد ما خودمون вообще گویا که ناراحت ایست میکنیم ده. اگر نقلیات نباشه مگم تا خونمون ای کار میبریم پیاده مگم رویم. عموما نقلیات نیست شود خیلی مگم یا ولیکی میگیریم خونمون میریم ولی قطعی. و نقلیات نباشه بهزه بیاخید و یکی اگم سبب میشه اگم جمعه بروی نقلیات نباشه تو جرمه را که نمیشه. اگر همین ماشینا نباشه مثل بلاسه اسکوتر و همین چیزا اگر در شهر دوشنبه وسیله نقلیات نباشد شهر آزاد خالی میبینم. راه قریب باشه اگر ای ولسفید اگر راه دور باشد و وسیله نقلیات نباشد مثلا ای اسب استفاده میبریم. من خیلی شهر چه معنی نداره ماشینم نباشه. تو جای در کاریمون مثال ما نمیتونه چند وقت برسیم. خیلی اگر که مثال نقلیات که نباشه در شهر اوزی زمان که پیش رفتگی زمان موسیقی از اسکوترها استفاده میبریم. اگر نقلیات نباشه محیط دوشنبه حوزه میشود. آدما مثل آدمای پیشینه از اسب و عربه استفاده میبرند. شهر خیلی میشه سست میشه ترقیاتش برای که دوشنبه خیلی شهر کلانه پایتخت است. از یک طرفش به طرف دیگرش رفتن با طرز پیاده خیلی دشوار است. برای همین هم نقلیات های مسافربر در این حضور زمان خیلی درکارند. به اینها نمیشود. مثل اجدادا ای اسب خر و دیگه ای چیز استفاده میکنیم. در این شرایط حاضرت ناممکن است که نقلیات نباشه. اگر ترانسپورت ها تصور کنیم که ترانسپورت در دوشنبه نباشد مردم پیاده راه میگردن و این به سلامتی آنها فایده میرسونه. اگر نقلیات نباشد محیط دوشنبه پر از آدم میشود. اگر نقلیات نباشد ما خودم چی اصولا ویلیک موتورسیکل قطعا همون ویلیک موتورسیکل موج نمیرم. ماشین ها نباشه سلامتی آدم‌ها تریج ساز میشود. مثلا ماشین هم داشته باشم که من بسیار از ماشین ها رو پسرست نکنم با ویلیک کار بود کنم.